بابت هم گونه گپتیتو اصلا گیریم از خودی شخص وابستگی دارد. یعنی وقتی که این ویروس به ارگانیسم شما داخل می شود، یعنی ویروس التیوبی جگر، شما اولین درجه باید پرهیزناکی را استفاده برید. محصولاتی که دکتر توصیه نمیدهد او را با استفاده نبرید، چون که اگر که استفاده برید PCR اون بلند می شود و سبزیش ویروس همون قدر زیاد می گردد. محصولات‌های ژرنی ژیرنی زیاد نمیخرید، گوشت گوسفند رو استفاده نمیبرید و محصولات‌های تیزی رو نیز استفاده نبرید. محصولات‌های آب‌های گازی، سپیرتی، محصولات‌های دودی و خنکی زیاد میتواند باعث بلند گشتن مقداری PCR یعنی پلیمراز ریسپتور ریاکسیایی همین ویروسی گپاتیت شما گردد. با شما بودم دکتر امین فرابانی. خود و نزدیکانتان را احتیاط نمایید.